میخوای با کلاس باشی و شیک رفتار کنی؟ میخواید بدونید افراد با کلاس چه ویژگی هایی دارن؟ توی این ویدیو میخوایم قدم به قدم یاد بگیریم که چگونه با کلاس باشیم. افرادی که غرور کاذب دارن رو نمیگیم، اتفاقا با کلاسی هیچ ربطی به مغرور بودن نداره. در مورد افرادی صحبت میکنیم که بسیار محترم هستن و با دیگران مؤدبانه رفتار میکنن و اعتماد به نفس بالایی دارن. پس تا انتهای این ویدیو رو ببین تا متوجه بشی چقدر شیک و با کلاسی. قبل از خروج از خانه کاملا مرتب و آراسته باشین. کارهای لازم برای آماده شدن و آراسته بودن رو پیش از خروج از خانه تمام کنید. شانه زدن، ریمل زدن، بستن دکمه و بند کفش رو در مکان عمومی انجام ندید. هر کدوم از این کارها رو برای بیرون از خانه باقی نذارید. خودتان را درگیر مد نکنید. لذت بردن از مد یا خریدن لباسهایی که براتون جذابه هیچ ایرادی نداره، اما از لباسهایی که مناسب اندامتون نیستن یا رنگهایی که به شما نمیان صرف نظر کنید. بنده مد نباشید، چون در این صورت مسخره، وسواسی یا سطحی به نظر میرسید. لباس شما باید شخصیتتون رو بالا ببره، نه اینکه یه شخصیت جدیدی براتون خلق کنه یا تغییرش بده. در همه حال خوش ژست باشید. بخشی از با کلاس بودن داشتن ژست خوب و زبان بدن مناسبه. کمرتان را صاف نگه دارید. به جای اینکه به پایین نگاه کنید، نگاهتون به جلو باشه و تا جایی که میتونید شانه هاتون رو پایین نندازین. دستاتون رو روی سینه ضربه دری نکنید. اونها رو طرفین نگه دارید تا سینه‌تان فراخ باشه. اگه سرتون رو بالا بگیرید هم احساس با کلاس بودن میکنید، هم با کلاس به نظر میرسید. وقتی هم که میشینید قوس نکنید. جوری به نظر نرسید که انگار شب قبل تا دیر وقت مهمانی بودید. با نشانه های به جا مانده از مهمانی شب قبل جایی نروید. مثلا آثار آرایش به جا مانده از مهمانی شب را از صورتتان پاک کنید و دوش بگیرید. هر جایی که قرار است بروید حتما باید نشان دهنده این باشد که آماده شروع یک روز جدید هستید. حتی اگه شب سختی را پشت سر گذاشتید نگویید خسته و خواب آلودم. این اصلاً با کلاس نیست. بددهنی کردن اصلاً با کلاس نیست. اگر دلتون میخواد بددهنی کنید و فحش بدین، بریم به در و دیوار بد و بیرا بگین، اما اجازه ندین دیگران بددهنیتون رو بشنون، چون فرد بی ارزشی به نظر خواهید رسید. اگر هم دلیل توهین کردن و فحش دادن هایتان این هست که عصبانی هستین و کنترل خشم خودتون رو ندارید، پس بدونید این حالت نشانه بارز بی کلاس بودنه. پشت سر دیگران حرفهای خوب بزنید. بله درسته، به جای اینکه در مورد خنگی، جلفی یا آزاردهنده بودن کسی که حضور نداره حرف بزنید، سعی کنید در غیاب او در موردش چیزهای خوب و خوشایند بگید. این کار نشون میده که با کلاس هستید. اگر مدام در حال غیبت کردن باشید، مردم فکر میکنن آدم بی کلاسی هستین، چون به حریم شخصی و حد و مرز دیگران احترام نمیذارید. صداتون بلندترین صدای جمع نباشه. آیا تا به حال شده در یک مهمانی کسی وارد بشه و به شما بگه وقتی جلوی ساختمون بودم فهمیدم درست اومدم چون صدای تو رو شنیدم؟ پس در این صورت بهتره صداتون رو پایین بیارین. همین که صداتون قابل شنیدن باشه کافیه. فکر نکنید حتما باید فریاد بکشین یا صداتون رو بالا ببرین تا حرفتون رو ثابت کنین. آرام و ملایم حرف بزنید. حتی اگر در یک جمع شلوغ هستید، این نشانه با کلاس بودنه، چون این پیام رو میرسونه که به اندازه کافی اعتماد به نفس دارید و مجبور نیستین داد بکشین تا توجه دیگران رو به خودتون جلب کنید. از نظر شما چه رفتارهایی نشون میده که فرد با کلاسی هستین؟ شما چه رفتارهایی رو نشون دهنده با کلاس بودن میدونید؟ حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. ممنون از همراهیتون. شاد و با انگیزه و موفق.